با اشتراک کمیسیه‌های حوزوی و участковی انتخابات оид ба وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و انتخابات وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه شهرینو سمیناری دستوردهی دایر کرده شد. قبل از آغاز سمینار اعضایان کمیسیه‌های انتخاباتی از رفت کارهای آمادگی در участک انتخاباتی رقم 29 که در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 تأسیس داده شده است دیدن کرده با طرز کار کمیسیه انتخاباتی به طور شفاف و آزاد به راه ماندن روند آوازدهی، تشکیل نقطه آوازدهی، نقطه خدمترسانی طبی و حجره مادر و کودک شناس شدند. سپس در رفت سمینار با اعضایان کمیسیه‌های انتخاباتی طبق طلبات قانون‌های عمل کننده و در سطح بلند آمادگی و سیاسی برگزار نمودن این معرکه مهمی در پیش ایستاده دستورهای مشخص داده شد. قید گردید که از جانب کمیسیه‌های انتخاباتی رویخط یگانه انتخاب کنندگان ترتیب داده شده تمام موادهایی که از جانب کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی پیشنهاد شده اند رئیسان همه участкهای انتخاباتی وظیفه دارند که سری وقت آنها را دسترس نمایند. در برابر این همه کمبودی هایی که در участкهای انتخاباتی جای دارند به طور ضروری و سری وقت برطرف کردن آنها تدبیراندیشی کرده شود. جهت در سطح ضروری گذراندن انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در حوزه انتخاباتی یک مندتی شهرینو 6 70 участک انتخاباتی تشکیل کرده شده است. تأسیس گوشه‌های اطلاعاتی با موادهای ضروری عاید به انتخابات، تأمین بی‌خطری از سوختار به طور همیشگی تازه و آزاده نگاه داشتن داخل و اطراف حوزه و участкهای انتخاباتی، روشننمایی بینا، سری وقت دسترس نمودن خبرنامه‌ها به انتخاب کنندگان و دیگر مسائل های مبرم روز مورد محاکمه قرار داده شدند.